مسئله سقف متاسفانه ضوابط خاصی راجع به سقف نداریم که مخصوص سقف باشه. علتش اینه که سقف‌ها با تکنولوژی و زمان خیلی جلو میرن. سقف‌های جدید ما زیاد داریم که اینا معمولا مباحث قدیمی هست. ولی یکی دو تاش توی فکر میکنم ساختمان فولادی بود، دو تاش تو بتونی هست و توی مسئله بنایی دو تاش تو 8. ولی خب الان سقف خیلی بیشتر از این حرف هست. بحث مساله و فرآوردهای ساختمانی و نشریه 55 تقریبا مثل همه. توی مساله و فرآوردهای ساختمانی چیزی به نام سقف نیست، مثلا توش خصوصیات مساله که به درد کفسازی میخوره نه، یا مثلا کاشی کجا استفاده بشه. ولی نشریه 55 قوانینه، مثلا ارتفاع ایگونی کجاها، تو چه ارتفاعی باید بالا بیاد، تو فضاهای خیس، تو سرویس چقدر بالا بیاد، توی حموم چقدر بالا بیاد، گفته شده. مبحث 11 بیشتر طراحی اجرایی صنعتی ساختمانی که در واقع همون بحث سیستم‌های ساختمانی. من اینجا اگر مباحث مهارت ملی 11 اگه براتون بیارم می‌بینید که مثلا سیستم‌های بتونید پیش ساخته رو گفته، سیستم قاب فولادی سبک و LSF رو گفته و ضوابطش رو گفته. سیستم‌های پنل پیش ساخته و قاب تونلی اینا رو بررسی کرده. سقف‌ها نیست. قبلا توضیح داده بودیم که برای اینکه وارد هر علمی بشین اونو دسته‌بندی کنید. حالا دسته‌بندی سقف‌ها چیا هست؟ برای اینکه دسته‌بندی سقف‌ها رو بدونید، چه بلوک داریم، کرومیت مثلا، کامپوزیت اینا داریم. این جدول با هم دیگه قیمتاشون رو مقایسه کرده، سرعت اجراشون رو، مقاومت زلزله، آتش سوزی، امکان اجرای همزمان و اینا همه رو بررسی کرده. میتونید ببینید تیچه بلوک، کرومیت، کمپوزیت، ارش فولادی، پیشتنیده، کوبیاکس، یوگورت، تام و دستی. ولی برای دسته‌بندی ما دوباره وارد جزئیات کنکوری میشیم. این سقف سازی رو میتونید باز کنید، صفحه مثلا 12 این اگه بیارید اومده گفته سقف‌ها دو دسته دارن، سقف‌ها یک طرفه داریم، سقف‌های دو طرفه داریم. سقف تاق ضربی، سقف تیچه بلوک، سقف کرومیت، اینا همه یک طرفن، یعنی بارو به دو تا تکیهگاه وارد میکنن. سقف‌های دو طرفه بارو به 4 تا تکیهگاه دورشون وارد میکنن. بعد نشسته دونه دونه اینا رو بررسی کرده، میریم تا سقف‌های دو طرفه. سقف‌های دو طرفه صفحه 45 میشه که پای طرف میشه. دال مسطح سقف‌ها دسته‌بندی کرده. حالا تو این سقف‌ها اونایی که به یک سمت در واقع بیشتر میلگت گذاری شدن، به یک سمت تیر گذاری شدن و اینا و فشار رو به دو طرفه در واقع تیرا میارن، یک طرف هم مثل سقف‌های مجوف که میبینید، اینا رو بهش میگن مجوف که پیش ساختن، و تیرچه خودمون که آستوفالینا کار میشه و اینا رو حتما مطالعه بکنید. یه مرور کلی بکنید کافیه برای کسی که نقشه کشی کار میکنه. حالا وارد سقف‌های دو طرفه میشه. سقف‌های دو طرفه مثل کوبیاکس، وافل، اینا دو طرفن و یه جور تقارن داره دیگه. معمولا سقف‌های دو طرفه ارزای بیشتری و بزرگتری جواب میده و خب مقاومت بهتری داره دیگه. حالا به لحاظ
اجرا میشه سقف‌های تیرچه‌دار رو یه جا گرفت، سقف‌های کمپوزیت رو یه جا و دال‌های بتونی یه جا. کمپوزیت ها معمولا مثلا تیراهن داره، بتون داره و میلگرد که باز این جزوه که در اختیار میشن انواع سقف‌های مسطح، اینا رو دونه دونه بررسی کرده. حالا بعضی هم معتقدن سقفاشون بهترینه که مثلا این یه نوع سقف مثلا اصطلاحاً بهش قالب ماندگار میگن که به این صورت اجرا میشه که میبینید یه سری تیرهایی داره که کلا فلزیه، تیرچه هاش فلزیه، توش این قالبا گذاشته میشه، این قالبا برداشته میشه بعد از وقت روزی چه جای دیگه استفاده کرد، هم ارزون تمام میشه، هم برای دهن‌های بزرگتر استفاده میشه که باز اینو براتون ریختم به سری توضیح داده بشه. خب ما حالا توی پروژه اینا رو ریزتر واردش میشیم، ریزتر بررسی میکنیم، نقشه رو که دیدیم دوره برمیگردیم به اینجا و گزینه‌های دیگر رو میبینید. من پیشنهاد میکنم اینا رو یه ورق بزنید، کلیتی باش آشنا بشین. تو دوست در دانشگاهتون بوده غالبا، باید مطالعه میکردین قبلا، ولی به هر حال منابع غنی هستن. جالبه که اگه سقفا رو یاد بگیرین عملا تیر و تیرچه هم یاد گرفتید، پس وقت خوبی برای سقفا بذارید. اولین سقفی که بررسی میکنیم سقف تیرچه بلوکه، تو گروه در سقف‌های تیرچه دار یا سقف‌های یه طرفه، چون فشارشون رو دو تا تکیه‌گاه میاد. تیرچه بلوکه همونجوری که میبینید به این صورت تیرچه هست، زیاد دیدی چون زیاد عمومیت داره تو ایران، خیلی انجام میشه. اجزایش اینجا نوشته. ببینید تیرچه رو یه سری حالت یو مانند، ناقدونی مانند از جنس سفال اینجا میذارن، میلگردو میکنن توش بتون میریزن تا سفت بشه، بعد میاد تو اجرا ازش استفاده میکنه. تخصصی نمیخواد اونقدر، اجراش ساده است، در دسترس. اجزاش شامل همین تیرچه‌های بتونیه، بلوک سیمانی یا سفاری یا یونیتیه، بلوکاشون بلوکایی که اینجا قرار میگیره، میلگردهای تقویتی و میلگردهای افت حرارت و بتون پوشش که روش یه لایه بتون پوشش میاد که اینجا میبینید. حالا توی این ویدیو که نگاه کنید میتونه ترکیبی هم باشه، یعنی این پلی استرانگل باشه، یعنی یه جور یونیت باشه و بلوک لیکاک پایین ترشه. این رو میشه دو جزئی کار کرد که ضخامت سقف باشه 30 سانت و 5 سانت هم روش رویه میاد. یه سری الزامات داره که قبلا گفتم بهتون. الزامات خیلی مهمه، یعنی بعد از اینکه شما با اصطلاح آشنا شدید، دسته‌بندی کردید، با تعاریف آشنا شدید، بعد وارد الزامات میشید. بعد از الزامات دیگه وارد محاسبات میشید. فعلا تا این الزاماتاشو میبینید. سقف بعدی که کار میکنیم بلوک سقف تیرچه بلوک کرومیت هست. فرقش خیلی خیلی شبیه تیرچه هست، منتها به جای این سفالی که این زیر میذارن، بتونجا میذارن، زیرش یه تیکه تسمه مانند کار میکنن که میشه بالش. دقت بکنیم پایین تر یه دونه تسمه آهنی گذاشتن این زیر، یه دونه رو تیرچه فولادی با جان باز هست. این همچین تیرچه‌ای که درست میشه. این تیرچه در واقع یه جور خرپاه دیگه که این عضو کششه بالای پایینش. بعد خوبش اینه که یه مقایسه که بین دوتا سقف داشته باشیم، زیر این سری شمع‌کوبیایی باید بشه، خب که زمان کارو میبره، بعد بتونیزی بشه، بعد صبر بکنن، بعد سقف بعدی اجرا کنن. این اجرای تیرچه بلوک هستش. ولی
کرومیت مشکل نداره، احتیاجی به این شمع نداره. کرومیت فقط مشکلش اینه که خیلی میلرزه ساختمون زیر پا وقتی کسی راه میره. این بعد حتما زیرش سقف کاذب کار بشه، زیرش خیلی شلخته در میاد، ولی کرومیت نه. و حالا توی پی دی اف هایی که بهتون دادم اینا رو کاملا مطالعه میکنیم. سقف بعدی که میکنیم سیاک هستش. میبینید که زیر سقف یک پوشش آهنی میذارم به این صورت که فرم زیر سقف رو تشکیل میده. اینجا هم دور بعد شم بذاریم که اینا رو نگه داره، بتونیزی کنیم. خب خیلی کنتر هست از روش های بالا که دیدید، ولی خب خیلی سخت نازکتر میشه دهنهای بزرگتری کار کرد و دیگه ما بلوک های سفالی چی میشه تو کار هست میشه. اینم شکل زیرش هست که میبینید و اینجا الزاماتش هم مشاهده میکنید. حتما این سقف رو فیکس قالبش ماندگاره، یه همچین قالبی داره که اینجا میبینید. حالا عکسش رو توی گوگل بهتون نشون بدم. یه همچین شکلی داره، این موندگاره، خوب با بتون درگیر میشه، احتیاجی به شیر استاد نداره، برشگیر که اینجا میبینید. ارساماتش رو گفتیم و حالا این سراغ سقف‌های بتونی پیش تعیین. معمولا اینا برای پل‌ها، برای جای خیلی بزرگ، سقف‌های خیلی بلند استفاده میشه که من قبلا این توضیحشو بهتون تو جلسات اول دادم که به چه صورت اینا فلزا کشیده میشن میلگردا. میریم سراغ این برای دهانه خیلی بزرگ استفاده میشه که تو ساختمان که اینا رو مطالعه بکنید. میریم سراغ گروه دالهای بتون مسلح. دال مجوف داریم به این صورت، دال با تیر کم عمق نواری داریم، دال تخت داریم، دال تخت با سرستون داریم به این صورت که اینجا پانچ نشه. تیر رو با تیرچه داریم. ما یه سقف داریم به نام کوبیاکس که دال دو طرف هست، یعنی فشار اینجا میاد به 4 تا سمت منتقل میشه. یه همچین شکل کروی توی فاصله قرار میگیره، روش بتون ریزی میشه و اینا تو سقف میمونه. خب مثلا برای دهن‌های بزرگ خیلی مناسبه. دالای مجوف پیش ساخته داریم، اینا قبلا ساخته شده که میبینیم به این صورت هست. اینا کام زمانه میشن بغل تو هم. بعد روی تیرها یه سری چال میشه، اینا روش وصل میشه. حالت زمانه روی تیرها قبلا پیش بینی میشه که روش وصل بشه. این سوراخ هم میشه توش تأسیسات عبور کنه. و حالا اتصالاتش باید فکری بشه به شکل درداش رو بتون ریزی کرد. اینجا سقف‌های دابل تی رو داریم که دوتا با هم دیگه تو کارخونه ساخته میشه. بعد به پروژه تمام شه روش بتون ریزی میشه. واسه همین اینا در واقع نیم پیش ساخته حساب میشه و یه سری الزامات داره. خب اینجا میبینید که این به صورت کام زمانه شده با تیرای اصلی. دال هستش، دالهای تخت نیمه پیش ساخته هست که اینا هستن، اینا رو میچینن بعد روش بتون ریزی میکنن. یه دال یه طرف هست که اینجا میبینید. خب ما از لحاظ دیگه سقف‌ها رو با هم مقایسه میکنیم. سقف‌ها میتونه بتونی باشه یا فولادی.
حالا کدوم بهتره من گفتم چون دیدید تو زلزله ها اکثرا فولادی سالم تر از فولادی بتونی بیشتر سالم مونده تا فولادی، ما میگیم مثلا بتونی تو لحاظی، ولی این بستگی به اجراش داره. اگه خوب اجرا بشه فولادی گاهن بهتر از بتونی هست، ولی بازم بستگی به طراح شما داره. اگر شما یه زمین خیلی کوچیک دارید میخواین بسازید، میخواین فضای بیشتری در اختیار تو مشتریتون بذارید، خب فولادی ترجیحش بیشتر. اگر بخواید دهانهای بزرگی داشته باشید، نوع سقفتون اصلا میتونید عوض بکنید. دهانهای کوچیک داشته باشین، نوع سقفتون عوض میشه، بستگی به هزینه‌ای داره که برای پروژه قرار بشه، سرعتی که پروژه بخواد ساخته بشه، به خیلی چیزا. یعنی تا طراحیتون در نیامده، تا پلانتون در نیامده، فکر نشده باشه، نمیشه تعیین کرد که سقف من چیه. ما حالا سقف‌های بتونی رو دسته‌بندی میکنیم که بعدش میریم سراغ فولادی. سقف بتونی میتونه تیچه بلوک باشه. من شکلاشو بهتون نشون میدم. ببین اجراش خیلی ساده است، هزینهش خیلی پایینه. تیچه ها هم فاصلهش تقریبا نیم متره که پلی استایرن بلوک های بتونی هست یا سفالی. روشم 5 سانت بتون ریزی و اون شبکه میلگرد حرارتی رو داره. یه سقف دیگه هم وافله. وافل رو نگاه کنیم. وافل ها که میبینید قالب بندی میشه و قالبش برداشته میشه. یه جوری شبیه تیچه میمونه که تیچه بلوکی که سفالاش برداشته میشه و خب شکلش شکل زیبایی هست برای زیر کار. حالا میتونیم بگیم سقف کاذب نمیخواد، ولی خب حواستون باشه که اینجوری نیستش که سقف سبک‌تر اجرا میشه، به خاطر اینکه جایی که نزدیک دیوار برشیه یا جاهای مهمه دیگه نمیتونه از اینا بذاری. اینجا باید با میلگر تو پر کار کنیم که میشه 30 سنت 40 سانت ضخامت سقف اون قسمت. پس این نیست که سبک‌تره، به خاطر که یه جاهای جرس خیلی زیاد میشه، حتی میتونه سنگین‌تر هم باشه. فقط گفته باشم بهتون که تیرچه و در واقع بتونریزی همزمان انجام میشه اینجا، در حالی که تو سقف تیرچه بلوک نه. تیرچه رو شما تو کارگاه اجرا میکنیم، اینجا وصل میکنیم، بعد روش بتون میزید. تو 2 مرحله است، وافل توی 1 مرحله است. کلا سقف وافل سنگین تره. سقف های تیرچه بلوک اختصارش مفصلی از یه طرف، برای همین نیروی زلزله کمتری بهش وارد میشه، ولی سقف وافل نیروی زلزله بیشتری باش وارد میشه، یه تیکه هستش و اتصالش گیردار هست. سقف تیرچه بلوک جاهایی که دهانه های کوچیک بخوایم 5 متر 5 متر 6 متر تیرچه بلوک حساب می‌کنم، جایی که دهانه بزرگ 10 متر 12 متر میخوایم سقف وافل. حواستون باشه سقف وافل 10 سانت روش بتون ریزی میشه، تیرچه بلوک 5 سانت. پس وافل خیلی سنگین تره. غیر از اون وافل یه جاهای کلا باید بتون باشه، واسه همین به این دقت بکنید که هزینه هاش بالا همین، حتی اونجا میگردای خیلی قوی تر هم باید بذارید تو جاهای مهم مثل نزدیک دیوار برشی. خب سقف بعدی رو ما میبینیم یوگوت و کوبیک. اینا دیگه این پلاستیک ها توش در نمیاد و همیشه توش دفن میشه. من فقط راجع به تیرچه بگم که اگه پروژه بخواید ارزون قیمت تموم شه، با تیرچه بلوک کار کن. سقف‌های جدید هزینه برتر هستش براتون. مثلا شما اگه پذیرایی بزرگ نداری، نمیخوای توش وسطش ستون اصلا نمیفته، لزومی نداره که بخواید هزینه بیشتری بدید اگه واحدتون کوچیک هست.
مطلبی که اینجا هست اینم مثل سقف‌های وافل، یه جاهایی که نزدیک دیوار برشیه باید ضخامت سقف رو ببری بالاتر و گردای قوی تری توش بندازی. پس اینم این نیست که این سقف‌ها سبک تره. باز حواستون باشه یوگورت قالباش مکعبیه، کوبیاش کرویه. تو این قسمت دوباره ما تغییر بتون ریزی روی اینا 7-8 سانت زیرشه، 7-8 سانت هم روشه. با خودش بخواید نظر بگیریم به این صورت 30 سانت آنتنی باشه. اینا میشه چی؟ ضخامت بتون. توی جایی که خیلی شدید دو تا پلیت هر هستش به خاطر اینکه نزدیک دیوار برشی شما باید داریم به قوی هم بزن که با جوش پس نفوذی دو طرف این مجموعاً وصل شده. تو خود اینجا بتون ریزی قسمت کمتره به خاطر اینکه این قسمت به اینا شما نباید پرداشو تغییر پر ضخامت کردم، داشته ولی باشیم. نزدیکای جاهای خاص حداقل باید انقدر ضخامتش باشه. این توپا رو باید بردارید اونجاها بتونه بیشتر بده و گردهای تقویتی بیشتری توش بزن. اینجا چیزی که میبینه اینه که معرفی کرده اینجا اوایل که این اومده بود بتون از زیر اینا رد نمیشد، اونجا بتون پوک میشد و کرمون شد. اومدن جدیدن توش سوراخ گذاشتن که بتونه ویبراتور این تو رد بشه، بتونه از زیر آب ما در واقع قالب ما رد بشه. در واقع این سوراخ هست که تو قرمزش یه سال دیگه اینجا داریم. اگر خیلی جا میگن که سقف ما سبک‌تره سقف‌های جدید، طور نیست. گفتم نزدیک دیوارا، نزدیک ستون‌ها، نزدیک دیوار برشی‌ها جذب به شدت بالا میره، گاهن گرداش انقدر بزرگ میشه که بتونه اونجا رد نمیشه، ولی روان کننده بریزن که بتونن لای اون جرزا ردش کنن. میگن سقف ما ارزانه، باز این اتفاق نمیفته بخاطر اون گردایی که بعد گذاشته بشه روی جاهایی. حتی باعث میشه که ما ستونا رو بزرگتر بگیریم، گاهی باعث میشه که معماری ما دست بخوره، دیوار برشیامون زیاد میشه. زیرش سقف ما آویز نداره. آویز یعنی زیرش چیز نیست، مثلا بالا پایین نیست که شما مجبور باشین سقف کازه. درسته که زیرش صافه، ولی اگه ما از این سقف‌ها استفاده کنیم تا از 3 طبقه بیشتر باشه، 10 متر بیشتر باشه، دیگه دیوار برشی باید حتما داشته باشیم و خود همینا هزینه‌های جانبی زیادی رو به پروژه تحمیل میکنه. به هر حال اینقدر بعضی وقتا قطر ستون زیاد میشه که اصلا خود ستون میشه دیوار برشی، برای اینکه این مشکل دهنه‌های بزرگ رو حل بکنه. بنابراین خیلی وقتا معمارا راپله رو وسط ساختمون میذارن که دیوار برشی اون وسط اجرا بشه. این میتونه تا حدودی کمک کنه، ولی همیشه که دیوار برشی وسط نیست. تو دهان‌های متوسط سقف تیچه بلوک جواب میده. دهان بلند 10 تا 12 متر سقف وافل که اینجا داریم بررسی میکنیم. یوگورت تا 8 متر جواب میده، وافل تا 10 تا 12 متر. ولی برای کلا سقفتون بستگی به معمارتون حتما با مهندس ساده مشورت کنید و تا پلاناتون در نیامده نمیشه راجع به سقف تصمیم گرفت. خب وارد ساختمان فولادی میشیم. کرومین، کمپوزیت، ارش فولادی رو همه رو بررسی میکنیم. نکته‌ای که اینجا هست بازم میگم تا مشخص نشه که مثلا پذیرایی شما چقدر بزرگه و ستون وسطش میخوایم بذاری یا نمیخوایم بذاریم، نمیشه تعیین کرد که سقف شما چه جنسی باشه. حتما با معمارتون باید مشورت کنیم و هم اصلا با مهندس سازتون. خب حالا حواستون باشه که گفتم معمار شما سقف مشخص میکنه، طراحیش البته، و مشاوره با مهندس سازتون. آتش بلوک بهتره در سازه‌های فلزی استفاده نکنید. میشه استفاده کرد در این کار انجام نشه. بهترین جایگزین تیچه ها توی ساختمان فلزی کرومیت هست. کرومیت ببین چیه؟ این تیر بودش، تیچه بلوک بود که گفتم نیم متر اجرا میشه معمولا. این کرومیت هست. در واقع عین همینه که به جای که این پایینشو بتونی ریزی کنن، میان یه دونه تسمه میذارن و اینا رو به هم جوش میدن. مثلا جانش بازه، بالاش هم ببینیم به این صورته، اینم کف و پایینش.
خب این سقف‌ها خوبیش اینه که نیاز به شمع‌بندی نداره، پس میتونی سه طبقه رو با هم دیگه بتون ریزی کنی. فاصله‌اش بیشتر میتونه بشه، گفتم 70 سانتی در که تیرچه ها فاصله‌اش نیم متر بود. خب سرعت اجرا خیلی بالا میره. و حالا سقف بعدیمون سقف کمپوزیت هست که متداول ترین سقف توی ایران. اینم نیاز به شمع‌بندی نداره. من فقط قبلش تصاویر از سقف چیز بهتون نشون بدم. کرومیت، این سقف کرومیت هست که اینجا میبینید و سفالایی که گذاشته میشه توش دقت کنید. بعد وارد سقف کمپوزیت میشه. نیاز به تخته و چوبای 4 تراش داره. سرعت اجرا خیلی پایینه. فاصله تیر هم حدود 1 متر از هم دیگه. و اینجا یه سری برشگیر داره، میبینید اینا که جوش شده به این صورت، به صورت در واقع نبشی. حواستون باشه من اینو گفتم نبشی، نه این ناودونیه. ببینید پایینش اینجا مشهوده که به صورت UMP هست، برش خورده، پایینش اینجا کاملا جوش میشه. این به خاطری که بتون و در واقع فلز با هم دیگه درگیر بشن، با هم تکون بخورن. خب سقف اینم بحث چوب 4 تراشی که پایین زیرش هست. نگاه کنید که بعد که بتون ریزی کردیم خب اینا باید برداشته بشه. البته این ورقای آهنی رو از زیرش بعدا برمیدارن و اون چوبایی که زیرشه که در واقع شم کوبی کردیم زیرش شم گذاشتیم و شم کوبی اشتراز خواهد اصطلاحش. باز یه مطلبی که جا گذاشتم، سقف‌های کمپوزیت اینا میتونن زنبوری باشن، CNP باشه، میتونه UNP باشه، تیر باشه یا ورق باشه. خب سقف بعدیمون که عرش فولادی بود بهش متالدک میگن چون این برداشته نمیشه، همیشگی هست، عرش فولادیه. بعد نیاز به شم نداره، واسه سرعت هست میره بالا، نیاز به قالب بندی زیر نداره. فاصله تیرچه ها میتونه تا 3 متر هم باشه، ولی آلودگی صوتی داره. اگر همسایه ها معترضن به کار، جاهایی که هستش که به هر حساسیت هست، صوتی هست، استفاده نمیشه یا باید با ملاحظه استفاده بشه. یه ایرادی که به این میگیرن، میگن که لرزش داره، ولی علت لرزش هم به خاطری که اون لرزش محاسب باید حساب میکرده نکرده. حتما اگر از این سقف ها استفاده کنید، حتما محاسب درست حسابی استفاده کنید که این مشکل رو بتونه برطرف کنه. یا اون محاسبه کرده خوب اجرا نشده. این هم بچه ها بهش میگن شیر استاد که در واقع میخای برشگیر هستش که اینجا میبینید که روی این وصل شد. به هر حال توی طراحی طول اینا رو درست نگرفته باشه، تعداد تیرچه ها رو فاصله هاشون زیاد گرفته باشه، اینا هست. یا موقع اجرا مثلا موقع جوشکاری در واقع اینا باعث آب شدن و مشکل پیدا کردن این ورقا بشه، اینا همه میتونه در واقع تأثیر گذار باشه. برای همین چون عرش فولادی خود ظریف اجراش، توی اگه زیاد به اینا مطمئن نیستین، کمپوزیت ترجیح داره به عرش فولادی اگه بخواد به اینا دقت نکنه. خب پس حتما اگه عرشه استفاده میکنی، طراحتون صادقا حرفه‌ای باشه، تیم اجرایتون قوی باشه، به قیمت ورقه گالوانیز هم دقت کنید که هزینه اجرا رو بالا میبره. چه جلوتر ما محاسبه فولاد رو به صورت تخمین حدودی میگیم و میلگردا رو که بتونید تخمین از کارم داشته باشید. و دهانهای بیشتر از تا 8 متر کرومیت یا کمپوزیت یا عرشه استفاده کنید. بالاترش رو بهتر کمپوزیت یا عرشه استفاده بشه. خب تو این مرحله
سراغ ترسیم سقف‌ها میریم توی اتوکد. بعد انشاءالله توی رویت اینا رو ما بررسی میکنیم که چگونه سقف‌های مختلف رو توی دو تا نرم افزار بشه ترسیم کرد. بحث سقف تیرچه است. اگه همچین پلانی ببینین میفهمین که سقف تیرچه است، چون جهت اینا داره عوض میشه، توی راستا تغییر میکنه. تیرچه ها وقتی اینوری ریخته میشن، خب دالا یه طرفه هستن، عمود به اونا یه سری دیگه تیر کار میشه که بهشون میگن تای بیم، که معمولا 1 2 یا 3 تا هستن تو دهانهای بزرگتر که عمود به راستای تیرچه ها اومد. یه جاهایی به این صورت که کنسول شده احتیاجی به دال توره داره که اینجا ببینید دال توره رو کلا توره شدن، کنسول شدن، اومدن بیرون. معمولا بیشتر 2 متر نیست، میلگردش خیلی قوی تره، 18 ببینید، داره که اینا مثلا 14 هست. خب سرش این حتما باید خم بشه. این ریشه‌ای که کرده محاسبه میشه، اینجا 60 سانت هست. دقت کنید فونت ها اینجا هم ریخته به هم. من که فونت رو درست کنم خیلی پیش میاد براتون. از این فونت با دستور لیستی اتوکد لیست بگیرین که ببینید استایلش چیه. استایلش مجله است، دستور استایل رو بزنید اینجا. فونتش رو باید عوض کنین. من مجله رو انتخاب کنم. ببینید این فونتشه. مثلا من میگم نصب باشه. اینجا یه ریجن میکنم. ببینید درست شد. پلان تریدی رو بررسی کردیم. خب سقف‌های تیرچه همونجوری که قبلا گفتیم به فاصله معمولا 1 متر تیرچه ها کار میشه. بینش سفالا قرار میگیره. سفالا که جنسشون میتونه بتونی باشه، لیکا باشه، پلی استایرن باشه، حتی ترکیبی از این دوتا باشه که قبلا بررسی شد. حالا تو راستای عمود به اینا یک سری تای بیم داریم که تمام در واقع تیرچه ها رو در بر میگیره. وقتی بتون ریزی میشه خودش عملا میشه یه تیر که اینجا مشخص رو میبینیم که این دوتا طور 14 هست بالا پایینش و یه سنجاقک هستش که سنجاقکش طور 6 هست، هر 20 سانت تکرار میشه. باز اتصال سقف رو به تیر داریم. این میلگردی که برای مقاوم سازیش هست بهش میگن اتکای یه طرفه. بعضی وقتا دو تا تیرچه میخوره به یک تیر که اتکای دیگه دوباره اینجا داریم که 2 طرفه هست. ببینید اینجا همون جیایی که اینجا بودش بررسی میکنیم که به چه صورت هست. این جیا 2 تیپ دارن، J1 J2. J1 ها تیرچه هایی هستن با این مشخصات، J2 ها تیرچه هایی هستن با این مشخصات. توی J1 ها این میلگردا با توجه به تغییر ضخامتشون جیشون عوض میشه. این دوتا طور 10 میانیش طور 8 یه دونه است که طولش 220 احتیاجی تا سر تیر رو در بر بگیره. این شماره 3 هست. این هست که یه دونه طور 8 هست. تو J2 این مشخصاتشون متفاوت. اینا سر تا سری هم مثلا این دیگه طول آرماتور رو اینجا خط گذاشته. خب یا مثلا میانی نداره فرضاً J2. خب گفتیم که تایبین برای مقاوم سازی سقف هست که
اینجا نشونتون دادم. خب در این قسمت اتصال سقف فلزیمون، تیرای فلزیمون به ستونها رو میبینیم که سری جوشای نفوذی هست. برای اینکه اتصال گیردار بشه ما جوشامون رو باید زیادتر کنیم، ورقمون رو بیشتر کنیم تا این اتصال به ستون قوی تر باشه. اینجا یه CMP میبینیم، یه ورقه زیرشه، این ورقه زیر رو زیر سری میگن، اینو روسری میگن. اینجا مقطع اس رو زده، مقطع اس اینجا دوباره میشه دید. این روسری بالایه رو که با این جوش نفوذی در واقع جوش خورده یه طرفه میبینید اینجا که به این کله با میگن روسری بالایی. بعد اینجا یک نبشیه هست به ابعاد 100 در به ضخامت 10 میل. این شماره که اینجا داده تو جدول بالایی خواهیم دید چی هست. این جدول همون جدول لیستوفر هست که بهتون قبلا گفته شده بوده. این پوز بندی پوز 1 2 3 اینا همون پوزها هستن، این شماره ها و مشخص نوشته IP1 220 180 هست ارتفاعش که پوز 2 AT BT HD اینا هست. AT HD و BT پوز 2. این پوز 3 ابعادش و ورقه ها رو اینجا دقیقاً برای کارگاه تو برش توی کارگاه مشخص کرده. جدول مشخصات اجزای اتصال تیرهای صلب به ستون، جدول اشتال هست. میخوام لیستوفر هست، جدول لیستوفرش هست که اینجا میبینیم. خب توی این ابعادی که اینجا داریم برای IP ها PLG منظور ورقه، با ورق اینو ساخته ابعادشو PLG ها رو که دوباره مشخصاتشون پوزاشون فرق داره. مثلا پوز 2 برای IP 220 یکیه ولی برای PLG ها که تیرورق هست متفاوت هست. اینم جوشاشه، بعد جوشاشه که اینجا زده توی پوزاشون که همشون در واقع یکی هست ولی برای تیرورق متفاوت هستش که با DT و DB توی اینجا بعد جوشو DT مشخص کرده. نمونه دیگه که ما داریم مثلا پوز 5 این نبشیه L 100% در 10 میلیمتر هست. دقیقا اینجا دوره پوز 5 داره، یه نبشی داره برای این IP یا 100 هست، برای PLG ها که تیرورق 120 هست. اینجا پوز 5 کشیده 100% بر 10 پس برای PLG ها میشه 120% 10 که توی نبشی همون L اینجا همون دوره چیه L. خب سقف بعدی که بررسی میکنیم میبینیم که فلش ها هم به یک سمت هست، از جنس IP هست. اگه همش به یک سمت بود میفهمیم که سازمون عرش فولادی هستش. به این صورت عرش فولادی اجرا میشه که یه ورق به این سطح مقطع روی تیر میاد و اینا با یه برشگیر به نام شیرستاد یا گلمیخ وصل میشه. توی عرش فولادی به این صورت هست که ما بررسی کردیم، ولی توی سقف کمپوزیت با یه ناودونی این کار برشگیری رو انجام میدیم. خاطرتون باشه توی عرش فولادی اینا میمونن ولی توی کمپوزیت ورقای آهنی زیر قرار میگرفت که شیشه میزدش میذاشتن برای اون ورقا برداشته میشه. اینجا ضخامت اینا رو مشخص کرده، نوع میلگردای روی اینو مشخص کرده که به چه صورت هست. این علامت هم ببینیم خاطر نوع فونتشه. من این فونت رو بهتون بگم چجوری درست میشه. خب برای درست کردن این فونت ها اول از همه این بلاک یه تیکه هست اکسپلودش میکنم
پیشنهاد میکنم ادیت بلاک این پلیس بزنیم، چون تغییر مقیاس داده گرافیک دایمنشنش ریخته به هم. این علامت به خاطر گرافیک دایمنشن اومد. خب ببینید این علامت، این فونتش مشکل داره که اینجوری شد. فونت معمولی شما اگر مثلا شیفت 3 رو بزنی این علامت رو واسط میزنه. خب شیفت 4 این علامت رو، شیفت بک اسلش اینو میزنه، شیفت اسلش اینو میزنه. خب من میام فونتش رو عوض میکنم، از این لیست میگیرم ببینم اسمش چی هست، اسمش آکام هست، اسم استایلش حالا فونتش رومن کی هست، استایل رو میزنم، اینو میزنم رومن، حالا بزنید فوتروس سازه رو بزنید، منوی فوتروس رو نصب کنید بچه این فونت رو داره. حالا اگه نداشتین رومن تی جاش میتونید استفاده کنید اگه بود. اینو ست میکنم کلوز به اینو درست کنم. خب این علامت هست که در واقع به جای شیفت 3 این علامت رو میزنه، شیفت بک اسلش این علامت رو میزنه و این علامت هم باش شیفتای دیگه در میاد. یا میتونید بزنید آلت 0129 آلت 0128 و چیزایی که میدونید دیگه خودتون که توی فونت ها استفاده میشه. یا درصد پی رو میزنیم میشه منفی مثبت و این هم همین المان روش کار میکنه. یا از این سیمبل ها هم میتونید استفاده کنید. میتونید تکست بزنید اینجا، بیاید تو قسمت سیمبل ها هر سیمبولی که خواستید اینجا استفاده کنید، بعد این انتخابش کنید، کپی اینجا پیستش کنید. حالا اگه نشناسه البته سوال میزنه ولی بعضیشو قابل شناسایی. تو رومن اس هم دیدین خیلیشو پشتیبانی میکرد و حال مشکلاتی داره، فونت ها بعضی وقتا نواقصی دارن که ببینید. حالا اینو رایت کلیک کنید اینجا سیو کنید که تغییراتتون سیو بشه. بلاک ادیتور این پلیس کردیم که توی دوره اتوکد ما کاملا با کار با تایپ و بلاک ها رو میگیم، با اتریبیوت تکست ها، با انوتیتیو ها و با علایت بندی تو اتوکد کامل آشنا میشید. اینجا اتصال ورقا رو میبینیم به هم به چه صورت هست، با جزئیات بیشتر، ابعاد میلگردها و مشخصات بولت ها رو میبینید اینجا، یا استادا میخ ها در واقع. این هم یه بازشو، اگه بخوایم بازشو کار کنیم به این صورت هست، قالب چوبی یا فلزی حتمش باید بذارم، قالب بندی رو بشه اطراف بازشو و اینا رو با دیتیل ریزتر اینا رو براتون توضیح داده که به چه صورت روی تیر کار میشه. خب ما تو روی پله هم رو شمشیری هم میشه ندین کار کنیم که الان تو پایین اینو زده و تو قسمت بالاش هم نشونتون میدم. تو این قسمت هم میبینیم که روی کار شده روی شمشیری که یه مقطع دیگه از این عرشه فولادی هست. وارد یه سقف دیگه میشیم که دال بتونی هست. از این شکل میفهمیم که دال بتونیه، دوتا خط داره، اینا خم شده. این خم یعنی اتصال گیردار شد. اگه باز باشه اتصال تقریبا میشه مفصلی. خب که از دو طرف درگیره، پس سقف دو طرف هست. سقف دال بتونی هم سطح تیره از خصوصیاتشه. تیرای مثلا افقیشو نوشته که بالاش طور 10 هر 200 میل، پایینش هم طور 10 هر 200 میل، طولش هم 9 متر و 275 میل هستش که میبینید. افقیاش هم همین جور، دوباره اینجا براتون مشخصاتشو نوشته. بعد اینا خب جایی که سقف خیلی ضخیمه،
هم دیتیلشه دیگه، دیتیل مقطعشه. اینجا مقطع زده 20 سانتی هست و جایی که سقف خیلی دهنش بزرگ سقف‌های 20 سانتی استفاده کرده، جایی که دهنش کوچیکه سقف‌های 10 سانتی استفاده کرده یا 15 سانتی استفاده کرده. می‌بینید؟ خب بعد حالا کجا نوشته اینا رو؟ توی پلان تیریدیش بیایم اینجا نوشته اسلب تیکنس 150 هستش. پس اینم از سقف دالبتونی و حالا میگه داری تقویتیش. که اینجا میبینیم اینا رو، مثلا 13 رو ببینیم، طور 13 تو جدول لیست و فرش 13 میبینید تقویتی هست، سرش خم نداره.